باز یک پسرچی 8 ساله در شعبه احیا بستری بود. зарифҷон Абдуманонов با تشخیص نقصان тавораи байнидаҳлезӣ санаи 30 июли соли 2020 در مرکز بموری‌های دل و ҷарроҳии دلو رگ‌های وилояти Суғд با موفقیت ҷарроҳӣ гашт. خوشبختانه ارزش خراجات ҷарроҳии دل کودک از جانب یک نفر شخصی سخاوتپیشه در عرفه عید قربان پورا پرداخت گردید. پس از گذشت ҷарроҳӣ طبیبان اطلاع دادند که من بعد دل کودک یگان نقصان ندارد، سالم است. عملیات گذرانده شد، عملیاتی برطرف کنی نقصان مادرزادی دل، نقصان тавораи байнидаҳлезӣ. عملیاتی برطرف کنی پورا به انجام یافت با موفقیت. در تمام عملیات همه نشاندادهایی که ما دیدیم که استوار بودند. بعد پیش از عملیات ما گوش اندازی میکردیم، شواسی داخلی سیستولیکی شنیده میشد. بعد از عملیات حاضر که شنیدیم این شواسی سیستولیکی پورا برهم یافته است، شواس شنیده نمیشود. این نشانه آن که دلی بیمار پورا سالم گردید و نقصان از بدن هم رفت. зарифҷони 8 сола ятим است. پدرش زمانی که کودک 2 ساله بود هنگام صدمه وفات کرده است. مادرش مختصر عبدومنانو استقامت کننده شهر اسفر اعضای عائله کمبزاعت می باشد. امروز مادر کودک از صبح صادق تا به آخر رسیدن فاصله ҷарроҳӣ در صحن حوله بیمارخانه جای نشست نداشت. از احوال یگانه پسرش خواطر بود. حالا باشد دلش قرار گرفته است. شکرانه دارد که فرزندش در عرفه عید قربان با موفقیت ҷарроҳӣ شد و من بعد سالم به وایه می رسد. شوخی میکند کلان شده چیزی میشه گوی رئیس میگوید همونطور که تو رفته بودن که کم نزد ماندم برامده برفت جور اونجا ما که میری میگو ها گفت برفت سانه ساعت 8:30 قریب 9 بود. 11 دهقانوف بودیم فردامده درامده دیدم سلام جواب کردم نه گفتم دهقانوفم رحمت قادیروفم الهی دست کاشان در نکنه تمی همشیره ها هم ماشان و ها خدا خواهد که بعد 3-4 روز میفروره بچه کم نه خدا بشکر رحمتی کلان همین خفاند خیر ویارمون به هم پیش همون می نداری بیان میکنم همون بیا اکو نامشه این خداوند الهی کشایش کارشان دو پروردگار چیزی آرزوی حواسشان باشد خدا رساند و قطاری خلق و کو بنده الهی همه وقت سر بلند گرد خداوند با همشون راضی باشه. میگی که درباره همین بچی من یک سوم کرده باشد الهی 1000 شود دو پروردگار چیزی آرزوی حواسش باشد خداوند رساند. خدای کریم می نداری خودم بیان میکنم. همیشه خال رفت تا روز دعا کرد برامدم نماز خوانده سری جای نماز میشینم و فقط میگیم و همسایم یان منگی جنگ خداوندی لایم کشایش کاری هم برده تیه دو پروردگار خودش چیزی آرزوی حواسا باشد خداوند رسانه دیلایم پروردگاری عالم خدا جان هم کشایش کار شد دو مهربانی کنه دو قطاری کوه بنده ایلایم بچه کم سر بلند گرده دیلایم خداوندی کریم داشنه با خودم تنها توی دیگه پشه نه مایده کشی 8 ماه بود اول 2 ماه گنده یک بار بنزی ها رفتیم بعد 8 ماه شد با بچه نغز و کنش که شینانشته نمیتاند فقط هیلیده میگرد ثانی سکسکین مساج کردی و ایلا برده که وظیفه مادری اجرا کردم که تا قدر امکان همین بچه‌م نخشود که من اکو چیزی باشم مادر گفتم اینه من خیلی پرتافته نمیمونم کی گوجانده چیزی های گفت طبیب های دخترای همه جا میبرم 1 سال مکتب خوان مکتبم رفته میبیاد اپاهاش کشال کرده رفته برده میبیاره اما فقط دیلش تیز میده دیل که تیز ند تو سوس شده اشته میگرد جاش پرتافته میگرد بشه قد میشد من گفتم این چوبه ایخه باشه 2 دخترکا اپاهاش های کلان و ها این تینه این اکو من بزور خداوند کریم داد و بزور یافتم این چوبه ایخه باشه داداش بگم داداش هیچی نال میشه گفتن و تا نمیدادن کنیم سال کشان داداش گذاشتن تا حالی نمیدونه داد گجا گوی رسیه میگوید رسیان ده گفتگی کو مردگی گفتگی نکی که دلش به بر بچه ده همون به نقصانی مادرزادی گفتم
آسانی شما پیشتان به آوردم، این لب رفتم اون لب رفتم، حسابش یافته ره و روده یافته پیش شما با آمدم. ما قبل کلانه انجام میدیم، یا خودم کار میکنم، مویله پروردگار چیزی دل نیتتان آرزوهاتان باشه. خداوند رسانده اینا هم کشایش کارشان که دو دخترای هم ماشان بر رحمت الهی دستکاشان درد نبیند پروردگار. هم یکم با سال دیگه همین چاق به خداوندی کردیم به تینجی امانی رسانده.